آماده اید سفری به سال 2030 داشته باشیم، دنیایی که در اون علم و تخیل به هم میپیوندند و تکنولوژی های ظهور میکنند که زندگی ما را از اساس تغییر میدن. تصور کنید شما در سال 2030 از خواب بیدار میشید و با فناوری های روبرو میشید که شاید الان برامون غیر ممکن به نظر برسه. این ویدیو پر از پیش بینی ها و واقعیت هایی هست که هممون رو شگفت زده میکنه. و اگه تازه به کانال پیوستین، حتما ویدیو رو لایک کنید که این ویدیو به بقیه هم نمایش داده بشه. هوش مصنوعی در سال 2030 به جایی میرسه که به راحتی میتونه زندگی شخصی و حرفه‌ای ما رو تغییر بده. مثلا فرض کنید یه دستیار شخصی دارید که نه تنها به تقویم روزانه شما رسیدگی میکنه، بلکه احساسات و حتی حالت روحی شما رو هم درک میکنه. اگه یه روزی کمی استرس داشته باشید، دستیار شما با توجه به رفتار و صداهای شما میتونه متوجه بشه و بهتون پیشنهاد استراحت بده یا موزیک آرامش پخش کنه. یا در محل کار شما میتونید به طور کامل روی کارهای خلاقانه تمرکز کنید و کارهای تکراری و کاغذبازی ها رو به هوش مصنوعی بسپارید. این تکنولوژی تا جایی پیشرفت کرده که میتونه به صورت اختصاصی برای شما برنامه ریزی کنه و حتی بر اساس ویژگی‌های فردی شما تصمیمات روزانه‌تون رو بهینه کنه. دیگه نه تنها کارهاتون ساده تر میشه، بلکه هوش مصنوعی میتونه زندگی رو برای هر فرد متناسب و شخصی سازی شده تر کنه. در سال 2030 خودروهای خودران نه تنها به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما تبدیل میشن، بلکه میتونن نقش بزرگی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا داشته باشند. فرض کنید توی شهری زندگی میکنید که همه خودروها به طور خودکار و بدون راننده حرکت میکنن و سیستم حمل و نقل به قدر هوشمنده که بهترین مسیرها رو برای سفر انتخاب میکنه. این خودروها به وای فای متصل هستن و دائما از ترافیک و شرایط جوی مطلع میشن. حتی میتونن با همدیگه ارتباط برقرار کنن تا از ترافیک و حوادث احتمالی جلوگیری کنن. در این سیستم خودروها نه تنها به مقصد شما اهمیت میدن، بلکه از کارآمدترین و سریعترین مسیر هم استفاده میکنن که باعث میشه همه چیز سریعتر و راحتتر بشه. تا اینجا تکنولوژی های جالبی دیدیم، نه؟ اگه دوست دارید درباره آینده تکنولوژی بیشتر بدونید و از ویدیوهای آینده ما باخبر بشید، حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو فعال کنید. انرژی های پاک و تجدیدپذیر در سال 2030 به سطح جدیدی از کاربرد و کارآمدی میرسند. در این زمان خیلی از خونه ها و ماشین ها با استفاده از انرژی خورشیدی و بادی کار میکنند و دیگه نیازی به سوخت های فسیلی نیست. این یعنی هزینه های کمتری برای انرژی و البته محیط زیستی پاکتر. با سیستم های جدید خونه های شما میتونن خودشون انرژی مصرفی خودشون رو تولید کنن و حتی انرژی های اضافی رو به شبکه برق بفروشن. به این ترتیب هم به محیط زیست کمک میکنید و هم میتونید درآمدی از انرژی های پاک کسب کنید. حتی شهرها به گونه‌ای طراحی شدن که انرژی کمتری مصرف میکنن و محیط زیستی بهتر دارند. در سال 2030 پزشکی و بهداشت تغییرات بزرگی میکنند. مثلا دستگاه‌هایی طراحی شدن که میتونن علائم حیاتی شما رو در لحظه بررسی کنن و اگر چیزی غیر عادی بود به پزشکتون اطلاع بدن. این دستگاه حتی میتونن به پیشگیری از بیماری‌های مزمن کمک کنن و دیگه نیازی به چکاپ‌های مداوم نیست. تصور کنید لباسی میپوشید که ضربان قلب، فشار خون و حتی سطح اکسیژن خون شما رو در لحظه اندازه‌گیری میکنه. این فناوری‌ها میتونن به شما کمک کنن که در لحظه از وضعیت سلامتی خودتون مطلع بشید و از مشکلات احتمالی پیشگیری کنید. این یعنی هم امنیت بیشتر و هم سلامتی بیشتر برای همه. ربات‌ها در سال 2030 دیگه فقط در کارخونه ها نیستند. اونا وارد خونه های ما میشن و نقش بزرگی در زندگی روزمره پیدا میکنند. ربات‌های خانگی میتونن کارهای خونه رو انجام بدن و حتی به آموزش بچه‌ها کمک کنند. این ربات‌ها خیلی هوشمندن و حتی میتونن با افراد ارتباط برقرار کنند. ربات‌ها میتونن به کودکان در یادگیری کمک کنند یا به سالمندان در کارهای روزمره. حتی اونا میتونن مثل یه دوست در کنار ما باشن و به ما در کارهای خونه یا حتی تفریحات کمک کنن. این تکنولوژی واقعا دنیای ما رو از اساس تغییر میده. دوستان، از همه این تکنولوژی ها کدوم بیشتر شما را جذب کرد؟ نظرتون درباره آینده این تکنولوژی ها چیه؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسید که کدوم یک از اینها رو بیشتر دوست دارید. خب دوستان، امروز نگاهی انداختیم به آینده و تکنولوژی هایی که تا سال 2030 جهان رو متحول میکنه.
دنیایی که در اون علم و فناوری به زندگی روزمره ما پیوند میخوره و زندگی رو ساده‌تر، هوشمندتر و بهتر میکنه. تکنولوژی‌های مثل هوش مصنوعی، انرژی‌های پاک، خودروهای خودران و ربات‌ها همگی قرار دنیای آینده رو شکل بدن و زندگی ما رو بهتر کنند. این فقط شروع یه دنیای جدید و هیجان انگیزه که پر از فرصت‌ها و تجربه‌های جدیده. پس حتما ما رو دنبال کنید که هر لحظه با جدیدترین ویدیوها کنارتون باشیم.